بعضی اولادها برکت است، بعضی انسانها برکت است، بعضی رفیقها برکت است، بعضی علما برکت است، بعضی انسانها برکت داره. اولادایتان را خصوصا شاگردکی که در مدرسه میره، خصوصا که در درس میره، من یک برکت در خانه دارم. خواه یک بچه که پایش معیوب است، یک تقوایی که او داره 3:30 بجه شب بیدار میشه، 3:30 بجه شب بیدار میشه. میگم چرا بچه؟ میگم من میرم مسجد. این 10 ساله هست، پایکش مشکل داره. من اشک میایه، با این اشک میایه که در مسیر را میایه، پایکش درست کار نمیته. من در پشت شرش را روان هستم که پروردگارا با مو تقوایی که داره، با مو طهارتی که طفل داره، حتی یک روز مادرش را شستشو میکرد، گفت مادر ساعت هم داره، میفهمه کم کم، میگه 8 دقیقه در شام ماندم، بعد 8 دقیقه کالا تبدیل کرده نمیتونم، ما جماعت شام میمانم. این برکت است. الله این برکت دم داده.